پهلوانی سنگین وزن میهن یکی از تهمتن‌های جودوی جهان میان گرانوزن‌ها تیمور رحیموف با به دست آوردن نشان طلای گرندسلم باکو نام خود را در تاریخ جودو و ورزش کشور با حرف‌های زرین نوشت. تیمور رحیموف با دست و بازی رستمانه و با شجاعت تاجیکانه توانست در فینال گرندسلم باکو حریف ازبک خود علیشیر یوسفوف را با امتیاز حلال تاجیکی سرافکنده کرد، نشان زرین مسابقه را به گردن آویخت و درفش کاویانه میهن را بر فراز سر دید و سرود تقدیرساز ملت میان بیشتر از 60 دولت اشتراکچی صدا داد. این پهلوانی تهمتن میهن صبح امروز به خانه برگشت. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به سردی صبحگاهی تیرماهی نگاه نکرده پر از دوستداران گشتین جودو و در کل مخلصان اشدی ورزشکاران کشور بود. جوانان فعال در دست پرچم و خویشان پیوندان در دست گل و گلدسته انتظاری تیمور رحیموف را میکشیدند. ابتدا تیمور را مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش و راهبریت فدراسیون جودوی میهن پیشواز گرفته با این دستاورد تاریخی او را تهنیت گفتند. تیمور رحیموف تا به این نشان رسیدن خیلی راهی طولانی را طی نمود. ابتدا در مسابقه مذکور با مقام‌های هفتم و پنجم قناعت کرد و روز به روز کوشش خود را زیاد نمود و توانست 4 مرتبه دیگر نشان برنجی گرندسلم را صاحب بشود. همچنین یک مرتبه دیگر توانست نایب قهرمان مسابقه مذکور بگردد و بالاخره این تهمتن سرشناس کشور به آرزوی دیرینه خود و تاجیکستان رسید. اولین نشان طلای گرندسلم در روز تجلیل بختنامه ملت و خزینه ورزشی کشور وارد کرده شد که ارزنده هزارها احسان آفرین است. راستی گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلای گرندسلم. بعد از چندین جای پنجم، هفتم، بعداً جای 4 تا مدال برنجی، مدال نقره و در آخر به من میسر گشت که در گرندسلم باکو سزاوار مدال طلا گردم. من چندین بار گفتم در سخنرانی که هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار می‌گردد. این در کارنامه ورزشی من این 3 مدال نرسیده ایستاده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که در این مسابقه من در پیش ایستاده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. برای مخلصان که در این صبح در هوای خنک آمدند و در آزمایش فینالی تا فینال من را روح بلد کردند، با پیامک ها بعد فینال نوشتند و همه آنها من تشکر میگویم و ما در یک جایگی میتوانیم که در چمپیونات جهان و بازی المپیک پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم.